سلام بچه، بازم خوش اومدین به اتاق من، مای روم. برو اینترو. موبایلت منو کشته، برو فایلت منو کشته، موبایلت منو کشته، برو فایلت منو کشته، اینقدر بیبی نیام که چرت و پرتات منو کشته، موبایلت منو کشته. خاره کل زندگی رو من گاییدم. خب بچه ها، داشتم میگفتم تلگرام جدا از اون فیلمای جذاب و خاک برسری وطنی خارجی چه میدونم پدو پکای جذابی داره کلا. جدا از این داستانا یه سری ایدراپا هم جدیدن اومده که همه به خودش عمو خالشی و عمشی و اینا همه نصب کردن تلگرام دیگه، مجبور شدن به خاطر انگوش کردن چون اون همه سری بیناموس دیگه تلگرام رو دانلود کردن. جدا از این چیزای جذابی دیگه هم داره، میخوام بگم از اونا بهره مند بشین. اگه اومدی که دمت گرم، چنل هم ساب کن و ویدیو رو هم لایک کن و بریم که ویدیو رو ببین. اینکو چیکار کنم؟ اتفون رو میزنیم و میریم آماده ویدیو ها میشیم. بعضی ویدیوها رو من دیدم قبلا دیدم از اینجا، نه مثلا داشتم دان میکردم اینو مثلا من 2 ماه قبل مثلا اینستا اکسپلور اینا دیدم. هم گنده اینه، هم چه بگنده چه خاره کل زندگی رو من گاییدم. ویدیوی سمی بریم، بسم الله. خب از این بچه خوشگل برو. پول بهت بدم حاضری بزنی تو گوشم؟ نفهمیدم چی گفت. اونقدر زر میزنم، اونقدر زر میزنی. برو. اگه 1 میلیارد پول بهت بدم حاضری بزنی تو گوشم؟ الان یکی میاد میگه مادرت هم میگم. انتظار با من هشتا بودایی میگه دمت گرم. واقعا انقدر توپ پرپ کردن هنر میخواد یه جوری. چی جوری؟ ایران اینجا نموزن؟ دروازه‌بان یه حرکتی میگن گل بشه تو دیگه، دیدی؟ خیلی تلاش برای گرفتن توپ نمیکرد. دمت گرم. انشالله مرد. چیکار کرد؟ یه چیزی بین خوشحالی گله. مثلا کریستیانو با میرزا یتیم شیرازی رفت. توی کونیا باید بزننت فاکین شهرنو کسکش جنده. دروازه‌بان خودش زد تو دروازه دیگه، ناامید شد دستش با موش توپو زد تو دروازه. خوب آقا، کار خیر بکنید. دمتون گرم. ولی 干什么？鸡鸡啊！我靠！我也 این همه کی رو برده که ناموسن اینجوریه ماته دریله مگه. این آبشه. از این تخم اردک میخورین از این درست میشه. من نمیخورم، من چیزی رو من هیچی به جز تخم مرغ رو نمیخورم. این پسه کیری بدم میاد ازش این استا گاید دیگه. هر جا میری یعنی ساب نکن تو خدا، این تخمی ها رو ساب نکن. می منو ساب کنی، سابسکرایب کنی چنل منو. وقتی شدی کوسمکس دوربازوش از دور 60 سانت کوچیک‌تره. نوشته مترو خارجی و مترو ایرانی. این مترو خارجی است. چرا میخواد بده؟ خب میخواد بدی بگی میخوام بدم. چشم رو نیوکونی نشه. عشقت باشی اسرائیل بیاد سراغتون خودتو ببری یا عشقتو؟ این 100% میگه عشقم، اصلا به سیسش میگه بگه عشقم. والا جدیدن دیدم همه میگن خودمو ببره، ولی من به خاطر اینکه یه تو دهنی به این خانوما بزنم میگم عشق رو ببر. تو دهنیه.
دمت گرم. واقعا خانوما تو دهنی بدی خوردین، مواظب باشین دیگه از این تو دهنی ها نخورین. متأهلید؟ بله، همسرم هم خیلی دوست دارم و یه پسر 25 سالم دارم. شما موافق این هستید که خانم یا آقای متأهل دوستا یا جاست فرند غیر همجنس خودش چی مچو دوست غیر همجنس دوست داری؟ چی کسشره؟ هم داشته باشه؟ بله خیلی زیاد. تو یک جنده هست. خب دوستان است دیگه، زیاد میان خونمون، بعد یهو میان شب نشینی داریم، با همسرم بیرون میرن، حتی شده باهاشون مسافرت رفتن ولی حتی همسرم نبوده مسافرت میدی بهشون میدی دیگه و پسرم هم نبوده، خودم تنها بودم با رفتی بهشون کس بدی. اونا، توطئه در کار است. توطئه بزرگ در کار است. گفتم اما در جریان بودن. اون وقت این روابط شما هیچ ضرری به زندگی زناشوییتون نزد؟ فقط یکم کسم گشاد میشه. نه اصلا تازه فکر کنم حس میکنم خیلی هم صمیمیتریم. کس فروش صدام کرد، یواشکی نگام کرد، فهمید که جنده هستم، کیرشو دادش به دستم. کیرش شاخ شده خوبه، این دریل میکوبه، میخوام بره تو کونم، هر چی کیر خوبه. واقعا ایرانی ها یک سطح دیگه از در استفاده از هوش مصنوعی رو به ارمغان آوردن دیگه. دمتون گرم. بریم این نوشته بود این شغله تو یک کشور بود، نمیدونم کجا. شغل خوبی، واقعا شغل خوبی. الان این که خوابیده پول میده یا اینی که داره میماله؟ کدوم پول میده؟ ناموسا دیگه دنیا دیگه به ناکجا داره میکشه، هرچی میریم جلوتر کثیف‌تر میشه. به شغل خوبیه. دلت نخواه. خب سلام و عرض ادب دوستای عزیز، امروز میخوام تبدیل پرید به خانه مجردی بدون آموزش بدم، با ما همراه باشید. خب مرحله اول پشت سر هر دو صندلی رو در میاریم فرض. مرحله بعدی خب مرحله دوم صندلی رو تا تجربه میدیم مال هر دو طرف. خب مرحله سوم صندلی تا پای میدیم هر دو صندلی. خب خونه مجردی ما تا حدودی حاضره، فقط یه پتو کم داره بندازیم اینجا. مرسی. خب خونه مجردی ما حاضره بفرست برای رفیقای بیمکانت لذتشو ببرن. این همه کار کردی که بری تو جق بزنی؟ کسخور. دشوری، حمام، خیلی جای دیگه میشه. پراید خونه مجرد ترفند بدی نبود به نظرم. حضرت علی اکبر تو عروسی مادر یزید. عاشق و اسیر و رامت، دیوونه ی هر کلامت، یه روزی میام تو دامت. آقا بچه ها اگه از این ویدیوی محرمی خوشتون میاد، یه پارت گرفتم ازش، ویدیوی قبلی چنله، برین حتما ببینین و یه حالی و یه هولی و اینا خلاص ببینین دیگه. لینکش هم بیادی بالا، شدم این بالا، شدم این بالا، شدم این پایین، نمیدونم لینکش میاد الان رو صفحه. بیا لینک بیا آفرین پسر. اصلا صدای هست. سلام دختر، وقتتون بخیر باشه. امروز 5 روز عید، خروج عروس داماد عزیزمون رو داریم. آقا داماد سلام علیکم، انشالله که خوشبخت باشید، مبارکتون باشه. چه حسی دارید الان عروس خانم میخواید ببینید؟ بله خیلی هم عالی. صداش نمیاد. برگردید با عروس خانم رو بهش بدید. داماد باورش نمیشه میخواد کست بکنه. جون عروس خانم عزیز از خدمات ما راضی بودی؟ میتونی راضی نباشی؟ ایشالله که خوشبخت. داماد شبیه کدوم شخصیت سیمپسون ها داره، یه فیس سیمپسون های طور داره. این چه؟ من اصلا دانلود نکردم. یو یکم یواشتر ماشاءالله به این شلوار نفس بعیده. تمام چیکار کردن؟ چی شد؟ بهترین رشته جهان، رشته اسپنک زنی. نزن لعنتی. بابا این قبول نیست.
الان اینا چیه؟ تا کسی دردش بیاد تا کسی کبود بشه. قرار اسپنک بخور چرا دور میکنی؟ تمام. قابلتون هم نداره. 2500. 2900 نشنید بده بره. نشنید 2900 بده بره. برو پایین. عرض کردم خدمتتون 3500. بله بله. خدمت شما. مرسی من. تو چه کد؟ دو واژه جورت کرد قشنگ. جورت نمیدونم واژه مازندرانیه، شاید مازندرانی نه. جورت کرد یعنی چی جوری بگم جورت کرد یعنی چی؟ جورت کرد دیگه، جورت انداخت. نمیشه وقتی بچه های سلیمان قایچش بدون اجازه میگن. قدیمیه ولی هیچ وقت قدیم نمیشه. قدم زنانه دارم میرم به خانه مفتعلون قدم با زن و پاورچین یه حرکتی میزن بزن به این قین قین انگار هوایس نداره الان موقع کاره ای جان بگی بینم قدم بزن این میگه شب اول زفاف میگن شب اول سکس اول سکس دوتا لوره نه فشار نه حامد بابا تو بره بابا نه حامد اذیت حامد قش میکنم خدا هیچی نه بابا یه لحظه الان یکی کنه پشت تو بنم شرافتن نه اذیت یه لحظه واس اعصابم خراب نکن حامد اذیت اون بر صدا محرمه تو دستن اذیت حامد جان آقا اذیت نده حامد اونوری واسه صدا دستن اونوری راحتنه ایوری نمیرم اووری بس کن برم نکن دفعه اینجوری پاسا نکن برو لاتو نوره بنادی فقط اینجوری کنم سگو نور مخواه چیکار کنی فشار نه یک بار گم شو یک بار دیگه تا دست در طبیعت فرو می‌رویم. قلمرو میمون‌های دماغ شخمی که دماغ آنها از بغل به زیر بغل شباهت دارد. بی پدر دماغ شخمی تا ما را می‌بیند جوگیر شده و مانند پلشت‌ها خود را به آب می‌اندازد. در این هنگام کروکودیل شلناموس متوجه خریت دماغ شخمی می شود. همسرش که به تازگی دماغش را با سنگ فرز جراحی کرده است از ترس زبانش بند آمده و مانند ابوالهول نظاره‌گر ماجرا است. در چشمان دماغ شخمی گو خوردن خاصی موج میزند. چیزی تا به چخ رفتن دماغ شخمی باقی نمانده است، اما با خوششانسی تمام نجات پیدا کرده و در ماه تحتش عروسی رخ میدهد. ای بابا اینم شانس مایه. داره برای یارو